در نزد فروشگاه‌های بنزین ازبکستان نوبت‌های طولانی به نظر می‌رسد. این نوار روز پنجشنبه در تاشکند تهیه شده است. به قبل منبع‌های آگاه، بحران از آن سبب سر زده است که حکومت تصمیم گرفت تا آخر سال روان فروش مواد سوخت را محدود کند. در پایتخت گرجستان یک گردهمایی خرد به خاطر پشتیبانی از حامیان حقوق بشر آذربایجان همسایه دایر شد. گردآمدگان عکس‌های رسول جعفرов و لیلا یونس را بالا برداشته بودند. این دو نفر تابستان گذشته با اتهام خیانت به وطن و فعالیت‌های صاحبکاری غیر شرعی حبس شدند. جعفرov و یونس سعی داشتند یک رویخط عبارت از تخمیناً 100 محبوس سیاسی این کشور را ترتیب دهند، ولی اکنون خود آنها نیز در آن ثبت شدند. در مسکو حامیان حقوق معیوبان تفتیش کتابخانه دولتی جوانان روسیه را عملی نمودند. آنها امکان ورود به مردم سوار عربچه، موجودیت حاجتخانه برای معیوبان و رمزهای حرکت برای مردم نابینا را مراقبت کردند. حامیان حقوق معیوبان سعی دارند شرایط زیست و فعالیت معیوبان را در مسکو بهبود بخشند. در پایتخت کشور مکدونیا شهر اسکوپیه، وزیر امور داخلی در معرکه مبارزه با خشونت در میان نورسان و جوانان اشتراک نمود. بعد این جمع آمد، شعار و لوحه‌های مربوط در اتوبوس و ایستگاه‌های اتوبوس‌ها نصب کرده شدند. در چارچوب تطبیق برنامه اسکوپیه عاری از خشونت، صحبت‌ها و مباحثه‌های عمومی مردمی با معلمان، دانشجویان و والدین آنها مد نظر است. در شهر شیمکنت قزاقستان جشنواره رومانس آغاز یافت. در این جمع آمد فرهنگی 43 سراینده از قزاقستان، روسیه و دیگر جماهیر سابق شوروی شرکت می‌ورزند.